خب درود خدمت همه شما دوستان عزیز. من فقط قبل از اینکه این مبحث بسیار جذاب و زیبا رو تقدیم حضورتون بکنم، اینکه من یکی دو روزیه کلا بدن دردم و سرما خوردم، هم صدام گرفته هم بدن دردم و اونقدر انرژی ندارم و بابت این داستان از شما عذرخواهی میکنم. دلیل اینکه با این حالم اومدم این کلیپ رو درست کردم، میخوایم ویدیو رو به اشتراک بذاریم، اینه که توی زندگی یاد گرفتم هر موقع حس و حالت بده باید یه کار کوچیک انجام بدم و من اومدم یه کار خیلی کوچیکی انجام بدم. کم کم به این نتیجه رسیدیم، به اینجا منجر شد که بیایم یه ویدیو بذاریم. چرا یه ویدیو نذاریم؟ اولش اومدم شروع کردم گفتم میام چند تا خط در مورد ویدیوی آینده بذارم. خب بعد همینجور نوشتم. بعد یه دفعه دیدم که خب بیا الان ویدیوشو بذاریم دیگه، همین کاری که داریم انجام میدیم و یه جورایی میخوایم توی عمل ثابت بکنیم که راه موفقیت خیلی ساده است، بیش از اون چیزی که شما فکرشو بکنید و قرار نیست راز و رمزی داشته باشه. ما اینجا میخوایم بگیم که توی عمل نشون بدیم با قدم های خیلی کوچیک، خیلی ریز و به ظاهر بی تاثیر شما میتونید تاثیرات زیادی رو توی زندگیتون بذارید. خب قبل از اینکه بگم چه کار میتونین انجام بدین که یک عادتی رو شما درون خودتون نهادینه کنین بدون زور زدن و بدون اذیت شدن، من باید یه داستانی از خودم بگم تا خوب بتونین درکش بکنین. معذرت میخوام بابت این صدام. دوران دانشجویی من به یه بحران خوردم. خب و با شناختی که از خودم داشتم و اطرافیانم داشتم، اون محیط داشتم، گفتم به احتمال زیاد اگر من از دانشگاه اخراج نشم احتمالا اون ترم دیگه مشروط میشم، اون دیگه حتمی و 100%. و خیلی استرس داشتم، استرسم زیاد بود، شبها خوابم نمیرفت. گفتم که حداقل بیام کاری بکنم که شب راحت بتونم بخوابم. کنار خونم یه پارک بود و تصمیم گرفتم که برم بدوم، خودم رو خسته کنم و بعد می اومدم یه دوش می گرفتم و بعد راحت می خوابیدم و برای من خیلی لذت بخش بود اون خوابی که داشتم. و این ادامه پیدا کرد و همین کار باعث شد که من انرژیم خیلی بیشتر بشه و تو اون ترم من معدل الف شدم، در صورتی که ترمای قبل من جز نفرات اول تا سوم نبودم و اون ترمی که بدترین شرایط رو من داشتم معدل الف شد. و همیشه این آویزه گوشم بود که چه درسایی من از این گرفتم و شاید بعدها دوباره صحبت کنم در مورد این و درساشو من بهتون بگم. ببینید میخوام بگم یه سری اقدامات هستن، اقدامات کوچیک. خب اینا دو نوع تاثیر دارن. تاثیر اولشون اینه که اثر مرکب دارن، مرتب اینا بزرگ و بزرگتر میشن. خب شما مثلا یه کتاب میخونی، کم کم سرعت و دقتت مثلا بیشتر میشه، بعد فهمت از اون مطالب بیشتر میشن، قدرت درکت میره بالا از اون مطلبی که تو هم سریع خوندی و اینا بهش میگن چیه؟ بهش میگن اثر مرکب. یه اثر دیگه ای داره، من بهش میگم اثر دومینو. حالا یه اسمی رو داشتم. دومینو چجوریه؟ میگن حرکات دومینووار، میاد روی مسائل دیگه‌تون، روی رفتارهای دیگه‌تون، طرز تفکر دیگه‌تون اثر میذاره، اونا دوباره روی یه چیز دیگه ای اثر میذارن. و همین دلیله که من با یه مقدار دویدن بعد معدل الف شدم، شاید هیچ ربطی اینا به هم نداشته باشن. این دو نوع تاثیر رو که دارن باعث میشه که ما به قدرت کارهای کوچیک و مداوم پی ببریم، خیلی قدرتمند میشن وقتی دو تا اثر دارن. حالا برای اینکه ما یه سری کارهای کوچیک رو بیاریم توی زندگیمون میخوام یه تمرین بکنیم. این به عنوان تمرین. اولا اینکه کاری که شما میخواین مد نظرتون قرار بدید کوچیک باشه. برای مثال من چند تا مثال میزنم که بهتون جا بیاد. شما میخواید توی حوزه
عزت نفستون کار کنید. خب مثلا جلو آینه میرید و هر روز صبح یک کلمه بیشتر هم نه میگین که دوستت دارم همش. یا میخواین ارتباطاتتون بیشتر بشه با همکاراتون، خب میگین روزی من یه تعریف میکنم از یه دونه از همکارم. میخواین لحاظ جسمی بهتر بشین، میگین مثلا 5 دقیقه من میخوام پیاده روی کنم. یا میخواین مدیتیشن رو جا بندازی برای خودتون، میگین روزی 1 دقیقه 30 ثانیه میخوام مدیتیشن انجام. پس اولین نکته این که اقدامتون باید کوچیک باشه. دومین نکته اینه که هر روز باید اون کار رو انجام بدید. یعنی چی؟ یعنی اینکه من نباید بذارم که این زنجیر متوقف بشه. اگر قرار بشه من یه زمان خاصی هم بهش گذاشته بودم و یادم رفت و رسید مثلا به عصر شب، اگه تونستم اون رو حتما انجامش بدم. اینقدر کوچیکه، اینقدر این کار کوچیکه، شما میتونید یه وقت دیگه هم انجامش بدید اگر یادتون. و اگر کلا اون روز رو فراموش کردید فدای سرتون. و همین سادگی اصلا مهم نیست و فرداشون رو انجامش بدید. اصلا مهم نیست. یعنی خودتون رو به هیچ وجه درگیر این مسائل نکنید که چرا من این کار رو انجامش ندادم، چون شما هیچ مسئولیتی در قبالش ندارید، هیچ تعهدی ندارید. شما فقط میخواید یه آزمایش انجام بدید. اصلا هم مهم نیست. شاید 2 روز شد، 3 روز شد، اصلا مهم نیست. از 3 روز دیگه همون رو انجامش بدید. شما میخواید 1 دقیقه 2 دقیقه نهایتا 5 دقیقه وقت بذارید. پس مورد دومی که هر روز انجامش بدید. مورد سوم این که من اسمشو گذاشتم قلاب. بیایم وصلش بکنیم به اون عادت‌هایی که هر روز داریم انجام میدیم. برای مثال من وقتی که خودم از خواب بلند میشم، همونجا توی رخت خواب میشینم و به مدت شاید بعضی وقتا بگم 10 ثانیه، بیشتر هم نمیشه، 20 ثانیه 30 ثانیه مدیتیشن میکنم. همین. چون من اونقدر حسی در مورد مدیتیشن ندارم، خیلی باش آشنا نیستم، بیگانم، دوستش ندارم، ولی چون خیلی ازش تعریف میکنم میگم آقا من میخوام انجامش بدم، ولی تو مدت کم. شما مثلا میایین مسواکتون رو که زدید، بعد میایین توی آینه نگاه میکنی و چند تا جمله به محض اینکه اولین همکارتون رو دیدین فلان جمله، یعنی میان چیه؟ قلابشون میکنیم به عادتهایی، به کارهایی که هر روز داریم انجامشون میدیم. اینجوری خیلی قوی تر میشه. پس 3 تا نکته رو باید رعایت بکنیم. اول اینکه کارها باید کوچیک باشن. دوم اینکه هر روز انجامشون بدیم. و سوم اینکه قلابشون کنیم. حالا توی کامنت ها شما بنویسین که من میخوام این کار رو انجام بدم. خب قلابش هم اینه تا بقیه هم بتونن استفاده بکنن، بقیه هم ایده بگیرن از شما. خب و شروع بکنین این کار انجام دادن. الان فکر کنین چه کاری هست که در حوزه سلامتتون، حوزه نمیدونم شاید شغلیتون، درستون، ارتباطاتتون شما میتونید انجام بدید و به ظاهر خیلی کوچیک و پیش پا افتاده است. این تمرین رو انجامش بدید و بعد از حالا نمیدونم 2 هفته، 3 هفته، 4 هفته، هر چقدر که میدونید، بعد اثراتی که توی زندگیتون داشت رو بیان بگید. من مثال بزنم. اومدن 2 تا تحقیق شده در مورد افرادی که شکرگزاری کردن. خب من به صورت کلی بگم، کسانی که هر روز شکرگزاری میکردن 5 تا خط فقط مینوشتن، من به خاطر نمیدونم دست و پام خدا رو شکر میکنم، خود چیزایی که دارن، اینا انرژی بیشتری گرفتن، انگیزه بیشتری گرفتن که ورزش کنن، انگیزه بیشتری گرفتن که به دیگران کمک بکنن. پس میفهمیم مثل همون کاری که من انجام دادم اول کار، منی که افتاده بودم توی رخت خواب و به سختی بلند میشدم، بعد اومدم الان شروع میکنم به صحبت کردن. خب یعنی تو وقتی یه کاری رو انجام میدی انگیزه پیدا میکنی.
یعنی جمله رو بیایم درست بکنیم که من حوصله ندارم که فلان کار انجام بدم. بهتره بگیم که من فلان کار رو انجام میدم تا حوصله پیدا بکنم، تا انگیزه پیدا بکنم. و از این مثال شما خیلی میتونیم بزنیم. کسایی که گروه‌هایی بودن که ورزش میکردن، گروهایی بودن که یه سری کارهای خیلی کوچیک و موثر داشتن انجام میدادن. اینو حتما انجام بدیم و نتیجهش رو حتما برام بنویسیم که منم انرژی بگیرم و ازش فیدبک بگیرم تا بتونم ویدیوهای بعدی ما هم بسازم.